قند ناشتات 247، A1C هم که 6.5. دیگه تشخیص دیابت یا همون قند دیگه قطعیه. دیگه شرایط خیلی داره سخت میشه، چون توی ادرارت هم داری پروتئین دفع میکنی. چرا داروهاتو مصرف نکردی؟ توی افرادی که هنوز تشخیص دیابت قطعی نشده، یعنی فقط هنوز قندشون مشکل داره یا اصطلاحاً ایمپیرد گلوکوز دارن، اصطلاحاً پیش دیابت بهشون میگن، این افراد همچنان اگر دارو مصرف نکنن احتمال اینکه این به دیابت ختم بشه بسیار زیاد هستش. تعریف پیش دیابت به این صورت هست که قند ناشتا زیر 126 هست، قند 2 ساعت بعد از مصرف غذا زیر 200 هست و A1C شون زیر 6.5 هست. پیش دیابت قطعاً به دیابت تبدیل میشه، منتها با مصرف دارو مثل متفورمین میتونیم این روند رو، این سیر رو طولانی تر بکنیم و در حقیقت عوارض قلبی عروقی دیابت رو تو این افراد کاهش بدیم. فکر نکنید چون پیش دیابت دارید فقط با یه دوره دارو خوردن و بعد قطع کردن اون دیابتتون خوب میشه. نه، اصلا اینجوری نیست. حتما باید دارو مصرف بکنید و آزمایشات متعدد بدید که چک بکنید اگر به دیابت قطعی مبتلا شدید داروتون رو ادامه